میخوام بهت یاد بدم چجوری دونه انار یلدایی درست کنید، پس تا آخر ویدیو همراه هم باش. من یه دونه انار برداشتم، یه دونه هم دبه ماست. دونه های انار رو با فاصله توی ظرفم چسبوندم. مقدار سیلیکون 2% رو توی ظرفم ریختم. میزان هاردنری هم که نیاز بود با سیلیکونم قاطی کردم و کمی رنگ بهش زدم. خوب باید به هم بزنین تا با هم دیگه ترکیب بشه و قالبتون خراب نشه. بعد از اونم داخل حوضچم ریختم که همون دبه ماست بود. بهش 24 ساعت زمان دادم کامل خودشو گرفت و بعد از داخل حوضچه درآوردم. دونه های انارم یکی یکی درآوردم و اینم از قالب سیلیکونی که درست کردم. پارافین ژله‌ایمو روی حرارت خیلی پایینی گذاشتم و بهش رنگ قرمز دادم تا رنگ قرمز دونه اناری بهم بده. و بعد از اون داخل قالبم ریختم و بهش زمان دادم تا پارافین سرد بشه. مهارت قالب سازی رو که بلد باشی خیلی راحت میتونی از هر چیز قالب بگیری و برای کارهای صابون سازی، شمع سازی، کارهای سنگ مصنوعی هر قالبی که میخوای رو خودت تهیه کنی. تو ویدیوهای قبلی 0 تا 100 آموزش شمع سازی رو به صورت جامع براتون گذاشتم. اگه عضو چنلمون نشدی همین الان سابسکرایب کن و یادت نره اون لایک رو هم بزنی. بعد از اینکه دونه های انار رو از توی قالب درآوردم اینجوری کوچولو پرداخت میکنم که شبیه دونه انار بشه و اینم از نتیجه کارم. میتونی کلی شمع خوشگل با همین قالب بزنی.